خانموزه کمال خوجندی. حوزه میون آب دریا واقع گردیدن در اینجا آورده شده است. سلام دوستان عزیز، روز همگی بخیر و شادی باشد. این حال ما در خانموزه کمال خوجندی در شهر خوجند بوستانی هستیم. یک جای دیدن میکنیم و حلاوت میبریم برای شما مردم غریب تماشا کنیم. کلی خارجی ها ایرانی ها هستن و دیگر ناتسیا دیگر ملت ها هستن. یک جای میدرویم تماشا میکنیم، دیدن میکنیم در خوجند شهری ما چی نویگری و چی آبادی ها و چی پیشروی ها هست دیدن میکنیم. خوش آمدید. خاله خوجند تشریف آورده. من راهبر عمومی علمی مؤسسه دولتی مجمع فرهنگی و تاریخی خاله خوجند. اسم من ابراهیم جان. مؤسسه دولتی ما از آثارخانه تاریخی ولایت سوخت، از باغ فرهنگی و خراباتی کمال خوجندی، خانموزه کمال خوجندی، از خاله کهندیس که در اونجا قرار داره، از اون عبارت است خوجند هستیم. خاله خوجند اون مکانی است که انمی تپه خاله 3000 ساله تاریخ دارد. اینا باستانشناسا نه جوی قطعه ایرانی ها میریم دیدن میکنیم قلعه را. اما قلعه خوجند دوام از این طرفنده به عصرهای 5-6 پیش از میلاد تعلق دارند. اون خاک‌ها. بله. انا دوستان عزیز یک جای در اومده دیدن میکنیم با همراهی خارزبانان خودمون با همراهی ایرانی ها. سلام. یک این درباره تماشا کردن بگیریم. باز یک نفر در چه سالی بودن؟ 930 از کجا؟ اصلی زمانی کنونی سامانیان. باز یک نفر آدیم از کجا؟ کجایی میفیاده سال 1887 در خوجند تولد شده. این کس هم مدرک ریاضیدان، خریدکش، سیاه، این از 11 در آن است که در روی طرح آن زیاده از 1000 نام‌های جغرافی نوشته شدند و همچنین گرد محوری آن نام‌های حیوانات و پرندگان برج 12گانه آورده شده است. عمل اصول و جوزه سلام. این مال چه زمانی بوده؟ قرن 9 1867 خواجه یوسف مصری‌یاد اصلش این کپه نسخه این کره ارز از طرف تمام عالمان جهان پذیرفته شده. صاحب شرف تاغار مجسمه 3 شاعران خوجند شهر، صدر خوجندی، ضیاءالدین خوجندی که در عصر 12 زندگی کردند، آخر عصر 17 و اول عصر 18 زندگی کردند.
همچنین سلطان عمرov این کس اکادمی علم‌های تاجیکستان پرزیدنت اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان بعد صدرالدین عینی می باشد. سلطان عمرov ساحه فیزیکا متماتیکا بود. نقاشی، شیفت تالار، معرفش نامجاد احمد، پایان‌تر از آن خوندن کاری و همچنین گچ‌کاری، کارکرد بدیهی چوب در اینجا نشان داده شده. در این فصل زیادت 20 نمود چوب‌های همزه که رنگشان طبیعی میباشد استفاده شده. زیر شیشه‌ها کتاب‌های یکی از معارف پروران خلق تاجی سیدی تاجی خوجندی تاجی کتاب سحاف آورده شده است. این کس تمام کتاب‌های بخشیده درسی را در دیگر دولت‌ها رفتاری چاپ کرده بوده. اصول میانه را با کتاب تامین می‌کردند. من این درس اصلی خشتم. من این اسباب سیم‌فنایی و جیم استفاده باشم. شاه اسماعیل سامانی در این شیشه کتاب‌های دستخط کتاب دستخط همچنین عبدالحمید جورایی اینا متماتیک در ریاضیدان. در اینجا هنرمندان مشهور ساحه کینا، صنعت سلام علیکم. خوب هستی؟ شریف جان. خوش باشید. زنده باشید. سکه‌ها که به عصرهای 13 14 15 دولت‌های اشکانیان خرخانیان تعلق دارند، امارت بخارا روسی پادشاهی تعلق دارند آورده شدند. آن یادگاری‌های تاریخی که در حوزه میانه آب دریا واقع گردیدند در اینجا آورده شده است. حدود شهر خوجند در عصرهای پیشینه با دیوار احاطه گردیده بود و این شهر خوجند میباشد. در آن موقع قلعه خوجند باز علاوه با دیوار گرفته شده است. همچنین خریده آن ناحیه‌هایی که از آن راه بزرگ ابریشم
میگذشت. کارباری راه بزرگ ابریشم میگذشتند. دریای سیردریا راه میوه‌ها در اینجا نشان داده شده. سلوکیات بعد از مرگ اسکندر، سلوکیات که حالا بر چون حکمرانی ایجاد کردن، سلوکی باختری حدود 250 قبل از میلاد در بلخ، در مرکز ارزش بلخ بود. حکومت مستقل ایجاد کرد و بعد تقریبا یه مدت کوتاهی، خیلی طولانی نشد، آندراگوراس تأسیس کرد سلسله و بعد اشکانی‌ها اشک اول آندراگوراس رو برکنار کرد و دولت پارتی در واقع از همین منشأ سلوکی باختری اول رو بعد از خراسان بزرگ دوباره شکل گرفت. بنابراین این قلعه مال سلوکی باختری است، مال حدود 250 پیش از میلاد. بعد از اسکندر. بعد از اسکندر 300 پیش از میلاد. سلوکی‌ها رو توضیح دادم. تشکر خیلی مرکب‌ترین ساخت عناصر صنعت نقاشی به حساب می‌رود. سلام. این تالار به نمود صنعت خنده‌کاری روی چرم آفریده شده و در دیوارها نقطه هدر مصوره‌ها که از سال آسان‌های تاریخی بیایتون میباشند آورده شده و همچنین زیبایی شیشه هنرهای هندی مردمی تاجیکان از طبیعی‌گری، تخم‌دوزی، مسگری آورده شده. عصر 19 و 20 این موسیقی آورده شده است. که جوی عالی هنر میگیم که صنعتکارا که اینجا از طریق شیپور، کچکرنای، کرنای، اسلوتو، رودو کرنای من این کرنای این کرنای این کچکرنای سازهای ذهنی، سازهای دمی، نایی، این هم سازهای مختلف. تریده را دیده ما چون تریده از سال 1991 که تاجیکان استقلالیت را به دست می‌آورند آغاز می‌گردد جنگ شهروندی که در تاجیکان برپا می‌گردد. همچنین رفته جوانسیه که بار اول پرزیدنت کشور در اینجا انتخاب می‌گردد. ارباب بله این طرف باشد دستاوردهای جمهوری تاجیکستان با پیشبرد معین ملتش در اینجا نشان داده شده. همچنین اثرهای پرزیدنت کشور در زیر شیشه‌ها آورده شده است.
ببینید با 3D عجیب کدگه عجیب. با فکر نکنید سمرقند های بخارا یا ایران های نه تاجیکستان خوجان شهر اینا چای خان قلعه خوجان نه جای در آماده دیدن میتونیم شیخونه قلعه خوجان به موزی و همراه فرزبانو یعنی ایرانی ها رفته ایستاده. این کی میگه که همجا که جاه دیدید این ده کفتره که بینه اینجا ده این چه که رنگه که میداره تریزا بود چی دونار؟ پشت در داره تریزا بود برای خیره تریزا اینو پیدا می شود و در عصر 16 به اوج والایش می رسد. برای آنکه هنرمند کندل را آماده سازد 7 مرحله را می گذرد و گجابه می کشد، می کند، گجابه آماده می کند. برای این خیلی خطهای برجسته پیدا می شود. اینها جدید است؟ اینها جدید است البته. کندل کاری کندل به چه معنا؟ چنده کاری نیست؟ کنده کاریه؟ یک نماد نقاشی است. کندل یعنی چه؟ کندل یعنی چیه؟ ولی اصلش مال حاشیه کتاب‌ها طراحکاری تثبیت می‌کنه. خب حاشیه اینجا ده جدیدش اینجا. بله البته شما نبودید اینها رفته بودن اونجا. خب ما بعد از اینجا میریم. البته ما غیر از استاد زمانی بقول قسم آثارخانه بود. اینجا نمونه هنرهای مسگری است. مسگری خلق تاجیک تاریخ خیلی هم طولانی دارد. در اینجا برنج یا مس لیس هستند. لیس متعلق به قرن 19 میلادی است. تاریخ 200 ساله دارد. این در روی ظرف‌ها ببینید نقش و نگارهای تصویر شدن، نقش‌های اسلامی، هندسی و همزمان از سنگ‌های قیمت‌بها آرایش یافتند که اینها از جانب هنرمندان تاجیک حکاکی شدند. این در قسمت مرکزی یکی از ساماورهای خیلی هم بزرگ حجم به نمایش گذاشته شده است. در اینجا نیز نقش‌های نباتی، هندسی، اسلامی بسیار هم با یک صنعت بلند روی میز حکاکی شدند و در قسمت بالایی و مرکزی آن از سنگ‌ها استفاده از نمونه‌های سنگ‌های قیمت‌بهای تاجیکستان آرایش یافتند که این از رشد هنر میزگری در این دوران گواهی می‌دهد. در اینجا نیز نمونه‌های هنر میزگری است. این ما میگیم آفتابه و دستشو. آفتاب دستشو. فهمیدی آفتاب لگن. این نوع نقش و نگارهای گوناگون دارد و این دسته آن به شکل اژدها ساخته شده است. بله. این در این قسمت سازهای موسیقی، آلات اساس موسیقی، این یکی از نمونه‌های دوتار است که از 3 قسمت عبارت است. 3 کنده است. و از قسمت پایان آن جای مخصوص دارد. اون رو می‌گذارم و از این قسمت موسیقی نوازان رو می‌گذارم. از سه طرف نواخته میشه. بله بله. با یک نوازنده.
یک جای حضور داریم که سه طرف در داره. همینطوری که باشه یک در، دو در، سه در. کامی یا دروش دیگه تعطیل دارم یا چشم رو بیتن تماشا کنیم چی گپن ایره بینی دیدیم برادران ما دیگری درش نمیدونیم یا راه ما دیگری درش نمیدونیم ایره بینی خب اینا خونه موزه کمال خوجندی خب اینا سلام علیکم بیا میگیرین چی منه سلام علیکم زنده باشید زنده باشید انا این خونش زمانوی بینی خب اینجا دیمیتر جام دورا دیمیترش این خیلی خونه به محکم ده قلف خب اینا دیدیم برادران با هم همین چوب چهارمغز است. چهارمغز چی میگم به چوب گردو رو میگن چهارمغز. داخلش یعنی فارسی قدی بگم تاجیکی قدی 4 تا مغز 4 مغز یه سری اصطلاحات ساده ولی برای ما ناآشناست توضیح داده. 20 مقاله. این چوب چهارمغز یک ویژگی خاصی خود را دارد چون که در ترکیب اون چوب روغنی هست وقتی که رنگ چوب در داخل رنگ گذاشته میشد رنگ را همون چوب نمیکشد به ترکیب خوب و بالای متا وقتی گذاشته میشد به کلگی تمام نقش و نگار روی متا نصب کرده میشد بله و اون خاطر مخصوص این قالب ها از چوب چهارمغز ساخته مهر پیچه مهر میگیم پیچت میگیم با بله قالب میگیم یادمون نمیمونه الان اصطلاح چیتگر بریم باز زمان دست ردیم ماینا همون مینا مینا دیگه چی؟ راست میگی این ماینا چی ما میگیم ماینا مرغ عشق و این تو چیزا میگیم ماینا کسی از من پرسیدن نه که نیش گفتم من اینجا نه هست نه ولی تندور تور روبو یعنی دو تور این هم دو تور این تنبور دو تور یعنی تا به قیامت خواستم که دروازی بد نشوه تلت کوتاه‌تر خوجندی بوستانی کمال خوجندی اینا سرخونه موزه اینا که دیدیم تماشا کردیم و من خیلی خرسندم میز کردم که خود فارزابانو اومده یک جایی اینا دیدن میکنن وطنی ما رو ما شکر میگیم که این ما رو دیدن شناختن گفتن خیلی شکر همیشه شکر کردن نکن خب اینا زنده و سربلند باشید خداوند یار مددگاری همه ما و شما